بسیار نادره که یک فرد بالغ متفکر پیدا شود که در سنین میانسالی یا پیش از آن در لحظات بحرانی خاصی به سالهای تحصیل خود در مدرسه تا حدی هاج و واج نگاه نکند و تعجب نکند که چرا در میان آن همه مطالعه، انضباط و تعهد جدی تا حد زیادی و در برابر خیلی چیزها موفق به سکوت شد. در تمام آن ساعتی که در کلاس‌های درس نشسته بودی چگونه مفاهیم اساسی، مفاهیمی که برای یک زندگی خوب و معتدل بسیار مهم هستند، مورد بی‌توجهی قرار گرفتند. یک پاراگراف از کتاب آنچه در مدرسه به شما یاد نمی‌دهند اثر آلن دوباتن. ما شاید خیلیامون بارها نشستیم و فکر کردیم که در دوران مدرسه چرا زمان زیادی برای مسائلی، برای مفاهیمی صرف شد که در زندگی بزرگسالی زیاد برامون مهم نبودن. اون چیزهایی که در زندگی بزرگسالی برای ما مشکل ایجاد میکنن و دغدغه هامون هستن معمولاً توی دوره مدرسه به اونها پرداخته نمیشه. آلن دوباتن توی این کتاب در مورد مسائلی صحبت میکنه که توی دوره مدرسه به ما آموخته نمیشه. این کتاب آنچه در مدرسه به شما یاد نمیدهند اثر آلن دوباتن هست و ترجمه‌ای که من در اختیارم هست ترجمه خانم توران عالی از انتشارات کتابسرای نیک هست. میخوام این کتاب رو توی کانالم به مرور براتون بخونم و در موردش صحبت کنم. انشالله که شما هم خوشتون بیاد و حمایت بکنین. مرسی از عزیزان. سحر فیضی هم کارشناس ارشد روانشناسی و کوچ.